استاد محمد یا شیخ محمد العریفی، یکی از علمای جوان، خوشفکر، خوش بیان، خوش اخلاق، خوش برخورد، میگه در یک سفری به اروپا و غرب میرفتم با دوستی، در هواپیما نشستیم، هواپیما کم کم اوج میگرفت در آسمان. یک دختری نیمه اوریان با لباسی زننده مهماندار هواپیما بود، عرب مسلمان بود، آمد خیر مقدم گفت. نمیتونستیم نگاش بکنیم، نمیتونستیم سرمان بندازیم پایین. خیلی لباسش زننده بود، نیمه اوریان و لباس نازک و تنگ و فشرده. امروز خیلی از زنها و دخترای مسلمان هم میپوشن. میگه به رفیقم گفتم برادر نظرت چیه؟ این خواهر مسلمان با این وضعیت نصیحتش کنیم، تذکر بهش بدیم. میگه دوستم بهم گفت که جناب شیخ این از نصیحت گذشته، خودتو خسته نکنید، از نصیحت گذشته. گفتم نه. همجور با هم کلنجار رفتیم تا اینکه عزم و جزم کردم که این خواهر مسلمان ماست، پاره تن ماست، ناموس اسلامه، نباید ازش بگذریم. چه بسا این خواهر در هواپیما به سفر غرب اروپا مشروبم ارائه بکنه برای فروش، سیگارم برای فروش ارائه بکنه. میگه وقتی دختره برگشت گفتم خواهر ببخشید یه هدیه قبول میکنید؟ کمی مکث کرد، گفت که هدیه چه باشه؟ میگه تو کیفم یک نوار بود، یادم آمد که یک نوار سخنرانی تو کیفمه. ارزش نوارها رو دست کم نگیرید، با کیفیت خوب ضبط کنید. هر کسی 100 تا نوار در راه خدا تکثیر کنه بده، در خونه ها بده، یه روزی نگاه میکنن. اگر نوار ضبط باشه که تو ماشینا میتونن گوش بدن. میگه نوار در آوردم، گفت این چیه؟ گفتم این نوار عنوانش اینه: اوصاف و نساء الجنه، اوصاف زنهای بهشتی. میگه وقتی تحویلش دادم خیلی متواضع، با ادب، با کلاس تشکر کرد، برداشت و رفت. میگه خیلی خوشحال شدم. به دوستم گفتم دیدید گفتی از نصیحت گذشته ولی هدیه رو قبول کرد. میگه بعد از ربع ساعت برگشت، گفت ببخشی برادر یه نوار دیگه نیست؟ گفتم همین یکی بیشتر نبود؟ گفت نه این که بله جای خودش، ولی یه نوار دیگه جفتی این نوار. گفتم منظورت نمیفهمم. گفت نوار اوصاف رجال الجنه، سخنرانی که درباره اوصاف مردان بهشتی باشه، زن بهشتی، مرد بهشتی. گفتم سبحان الخالق. چه میگی که این دختره خانمه رفته عقب هواپیما با اون دوستش که مرده، اونم مسلمانه، از کشور عربیه، اونم مهماندار یا سرمهماندار هواپیماست. گفته یه آقایی به من هدیه داده اوصاف زنهای بهشتی، اون بهش گفته برو نگاه کن اوصاف مردان بهشتی نداره؟ حالا چند هزار پا بالان، 30,000 پا پشت ابرها نزدیک به خداوند. اونجا صحبت از دین و توبه داره میشه. انسان وقتی مبارکه، حضرت یوسف علیه السلام مبارک بود، در زندان دعوت توحیدی راه انداخت. 30,000 قدم بالا، بالای ابرها. مقصد یک کشور غربی و اروپایی. باید این خواهرمون رو نجات بدیم. از نصیحت گذشته؟ نه، هیچ کسی از نصیحت نگذشته. خدا نکنه نصیحت از جامعه ما برداشته شود، خجالت بکشیم که همدیگر رو نصیحت بکنیم و تذکر بدیم. فاتحه جامعه خونده شده،
30,000 قدم بالا. 5 دقیقه طول نکشید نوار تحویل گرفت، خود اون دختر یک داعی شد. گفتم معذرتم یا اختی، خواهرم معذرت میخوام، همین یک نوار بیشتر نبود، شرمنده‌تم. وقتی رفت به اون دوستم گفتم حالا چی میگی؟ بعد به دوستم گفتم حالا یه خدمت دیگه مانده که برای این خواهرمون انجام بدیم. گفت خود تو نصیحتش کردی، نوار بهش دادی، استقبال کرد، تقاضای دوم کرد، دیگه چی مانده؟ گفت حالا برای چرخوندن دلش، این ارشادش بود، حالا برای اینکه دلش از این طرف بچرخه به طرف خدا و هدایت تو دلش بیاد، حالا باید دست دعا بلند بکنیم. 30,000 قدم بالا. چه بسا همین خواهر قوطی های خمر و شیشه های ودکا رو در یک سبد سینی برای مسافرین عرضه می کرد. باید خیرخواه هم باشیم. گفتم به دوستم حالا دو دستت بلند کن. دیگه دو دستمون رو بلند کردیم، 30,000 قدم بالا، همجور تکون میدادیم. خدایا این کنیزی از بندگان توست، این ناموس اسلام است، این آبرو و شرف امت اسلامی است. خدایا به این حال افتاده، در معرض چشم‌کناری گرگ صفتان واقع شده. خدایا چه بسا شاید تقصیر از ما بوده علما. خدایا کمکش کن، اون را به آغوش اسلام و لباس شرم و حیا و عفت پاکدامنی باز بگردان. همینجور دستمون میتکندیم، التماس از خدا میکردیم، چون در حدیث آمده که قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الله، دلهای بندگان خدا بین دو انگشتان خداست. باید التماس خدا بکنیم تا بچه هامونو هدایت بکنه. میگه همینجور که دستمونو میتکندیم خالصانه، هیچ منفعتی دیگر نبود، برای خواهرمون دعا میکردیم، احساس کردیم که همین خواهر بالای سرمون ایستاده، اما خیلی مؤدب بود، دعای ما را قطع نکرد تا اینکه دعامون تمام شد. میگه رو کرد به من گفت که برادر شما دعا میکردید؟ گفتم بله خواهرم، ما دعا میکردیم. تعجب کرد، تو هواپیما بالای ابرها دعا میکردید؟ گفتم بله خواهرم دعا میکردیم، برای شما دعا میکردیم. برای من؟ دیگه لحظه عقب کشید، تعجب کرد. برای من؟ ولی برای شما خواهرم دعا میکردیم. تعجب داره؟ نه. اما تعجب نداره. ولی گفتم اما یعنی چی؟ بگو چه تو دلته؟ خوب گوش بدم برادرها و خواهرها. میگه این خواهر مسلمان برگشت گفت اما برادر، من یادم نمیاد در طول عمرم کسی برای من دعا کرده باشه. این اولین بار دارم میبینم کسی به من میگه برات دارم دعا میکنم. گفتم نه خواهرم، این وظیفه ماست، جای تعجب نداره، این واجب شرعی ماست. اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات. میگه خیلی خوشحال شد که یه نفر پیدا شده براش دعا بکنه. خوشحال شد و رفت. ما هم رفتیم، به مقصد رسیدیم، پیاده شدیم رفتیم دنبال کارمون. بعد از چند ماه برگشتیم به همون کشوری که مبدأ بود. گذرم افتاد توی یک مرکز بزرگی. میگه وقتی که وارد مرکز شدم، از توی یکی از اتاقها و غرفه‌هاش یک خواهر محجبه‌ای با چهره نورانی در آمد، اومد جلوم ایستاد، گفت جناب شیخ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. گفتم و علیکم السلام خواهر. خیلی خودحالی برخورد کرد، مثلی که منو میشناخت. هرچی فکر کردم کجا دیدم این خواهر رو یادم نیامد. گفت جناب شیخ مثل این که منو به یاد نمیاره. گفتم نه معذرت میخوام، میشه خودتون رو معرفی کنی؟ گفتم که شیخ میگه که گفت که من همون خواهری هستم که تو هواپیما
اون هدیه ارزشمند عمر منو به من دادید، اون نوار اوصاف زنهای بهشتی. من همون دخترم. شیخ میگه که همینجور سیخ شدم. سبحان الخالق، سبحان مقلب القلوب. ما دعا رو دست کم میگیریم. گفت جناب شیخ من همون خواهرم که تو هواپیما با ارزشترین هدیه عمر من به من دادید، اون نوار اوصاف زنهای بهشتی. خداوند به تو جزای خیر بدهد جناب شیخ که سبب تحول من شدی، سبب بازگشت من به سوی خدا شدی. میگه خیلی خوشحال شدم، شکر خدا کردم. بعد دختره برگشت گفت جناب شیخ یه خبر خوشحال کننده دیگه هم بهت بدهم. گفتم بله خواهرم بفرما. گفت اون دلسوزی و خیرخواهی شما سبب شد که من توبه بکنم و موفق به توبه بشم، بازگشت به سوی خدا. اما سبب خوشحال کننده دوم این که نه تنها خودم توبه کردم، بلکه 3 تا از اون خواهرانی که همکار من بودن، تو اون کار با هم کار میکردیم، اون 3 تا هم توبه کردن. 4 نفری با هم به سوی خدا برگشتیم و الان تو این مرکز داریم کار میکنیم. از حقوقش هم گذشتیم. یک آرامش چند برابرم خدا روزی داره میده. واقعا خداوند مقلب القلوبه. دست به دامان خدا برای نجات بچه هامون بشویم، برای نجات خودمون بشویم، برای رشد و توسعه جامعه اسلامیمون بشویم. اگر جوانامون هدایت بشوند، باور بکنیم هر روز ما عیده. ولی اگر خدای نکرده 1 نفر تو گروه مست باشه، تو کوچه ها بیفته، 1 نفر سیگاری اهل دود باشه، 1 نفر تجارت مشروبات بکنه، باور بکنه اگر هر شبم بزنیم و بکوبیم و خوشحال باشیم، اون عزاداری واقعی است. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و تبا.